در هندوستان شما برین ادرار و پیشاب گاو میگیرن مینوشن. برکت پیدا کنیم خدای ماست. گاو خدا میدانن، گاو مدفوع از اون میخورن، ادرار از اون میخورن. و تو مسلمانی، الله ای گاو خلق کرده به خاطر خدمت تو. ولی امروز خواهر مسلمان بگی با این عزت و وقار هست، باز رفته از هندوستان رنگ میگیره، لباسش لباس اوندو هست، ساریش ساری اوندو هست، شم در دادنش در عروسیش از اوندو هست، کارت بازیش از اوندو هست، کیک گوله کردن در او سالگیریش از اوندو هست. در حالی که خوب میدانه اوندوها چه قسم زندگی دارن. بار بار در فیلم ها دیدین پیش یک بت سنگی اوجا رفته سر میمانن. اینقدر بیقدر هستن، اینقدر بی ارزش هستن، در حالی که رب تو و پروردگار تو خالق جهان است. در یک ثانیه هر کار میتواند انجام بدهد. هر وقت صدا بزنی آواز تو را به جواب نمیمانه. استالین کسی بود که مکتب الحاد، مکتب کمونیست را در دنیا تأسیس کرد. در وقت جان دادن این کسی بود که یک عمر دراز با خدا در جنگ بود. استالین. کمونیست ها سابق در افغانستان بودن، در زمانی که روس در افغانستان آمد کمونیست های زیادی آمدن. یعنی اونا خدا باور هستن، خدا را قبول ندارن، آتسته ها هستن، خدا قبول ندارن. زنش میگه در وقتی که این در وقت جان دادن بود، من بالای سر استالین رفتم، در همون وقت این نام الله را میگرفت. وقتی که درد فشارش میارد الله الله میگفت به زبان خودشان. میگه از پیشش پرسان کردم تو یک عمر دراز با خدا در جنگ نبودی؟ میلیون ها نفر کافر نکردی تو؟ با کتاب های خودت، با سخنرانی های خودت میگفتی خدای وجود نداره، نام الله رو میگیری تو؟ گفت من نمیفهم. وقتی که درد به من فشار میاره اینمی کلام به زبان ما جاری میشه. وقتی که این نام به زبان ما جاری میشه میبینیم که دردم آرام میشه. شما ببینید یک کافر نام الله را میگیره دردش تسکین پیدا میکنه. تو که مسلمان هستی، اگر تو به الله به نامش عادت بکنی، با او محبت بکنی، شب و روز او همراه تو باشه، تو را دیگه غم فشار میاره؟ بره غم فشار نمیاره. چون کسی که الله در کنارش باشه او درد نداره، او بیچاره نمیشه، او خار نمیشه، او ذلیل نمیشه، چون الله که خالق جهان است در کنارش است. داخل قبر همراه تو که میره، با مار و گشتم قبرستان چی میکنی؟ نه توشک نه لحاف. آره در دنیای غیر قبرستان هم نمونده، چون زمینش خیلی قیمت شده. چی کار کردن؟ یک داش جور کردن، باز مثل که نان در داخل داش پخته میکنن، آل اون نفر در داخلمون میمونن، حرارت ازو خیلی زیاد بالا هست، او را در داخلمون داش داخل میکنن، 10 دقیقه تمامش پتر جور میکنن، یعنی خاکستر جورش میکنن. باز خاکسترش برده یک کمش در خانواده ازی میته که در خانه نگاه کنی میره، دیگه ش برده یکم طرف میاندازن. و تو مسلمان هستی هنوز راضی نیستی. رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم رسولا و نبیا. این دعا را زیادتر بخونی، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است. خدای راضی هستم به دینت، راضی هستم به این که تو رب ما هستی و دین اسلام دین ما هست و محمد صلی الله علیه و سلم نبی ما است.